بسم الله الرحمن الرحیم. میم بخیر. ورد این ورد 2013 16 بود. خیر امروز کامپیوتر ما خراب است. همین کدام کامندا که امروز میخوانیم 2013 و 2016 هیچ فرق نداره. خب همیشه کدام ویندوز است. ادوانس فایند این روز بحث کردیم. این کامنت هایش read highlight و find و next و اینی خمیم امروز بخیر. مکمل بخوانیم یا گانش با ترکس بانیم؟ بخوانیم. اینی 5 دانه پیش از پیش برات میگیم شاگردا 4 کمان زمانی خوانده میشه وقتی که کشیده و لفظه و زبر و زیر و جنگلداز و چیزای فونت عربیک اینستال باشه. وقتی که شما پشتو یا دری از اینجا ان اینستال کنی یعنی از بین ببری اینی کامنت هم از اینجا ختم میشه. نمی فکرتان است؟ علی بیتی یا لاتی کمپلکس اسکریپت که انتخاب کنی شما این کامنت ها برات میه. برای چی میشه؟ برات میه. فکرتان است؟ خب اول میم چی سرچ کو آل چیز هر جایی که باشه ببین. این شکل جمله ما نوشته میکنیم. اروس که نوشته کنیم. This is computer class. The students are using computer. Arabamim contour plus G find میرم. اس پیدا کو. پایین می یا نہیں؟ میگه آپ بالا برا. داون پایین بیه نه آل. هر طرف که بوده بتونم. اس پیدا میکنه ببینی شاگردا. خورد کلام پیدا میکنه نمیکنه. ما میگم ماچ کیس با کدام حروف که برات اینجا نوشته کرده برو پیدا کو. حالا با کدام حروف نوشته است؟ تنها اس پیدا میکنه. اس که با حروف خورد باشه. دیگه اس پیدا میکنه. اس که با حروف اگر اینجا کلام نوشته کنی اگر آنچیک باشه دیروز خبرتی کامنت ها درس دادیم. دو خب مشکل نبود اینجا که بود. خوی کامنت های پایین ماند. مچکیز خب فهمیدی زمانی که چک باشه فرق میکنه در بین حروف خرد و حروف کلان. یعنی فرق به این معنی که تنها حروف خرد پیدا میکنی مچکیس انتخاب تنها کلان پیدا میکنی. اگر دوش پیدا میکنی رانچ کو. ببینی شاگردا از ما پیدا میکنیم از دس اس پیدا میشه. دس خود اس خوی نیست. اس اصلی نیست خود دس است. ما میگیم خود مستقل پیدا نمیکنه. مستقل ما میگم تنها مستقل لغت پیدا کو. کدام اس کی چی باشه؟ شریک نباشه. یا A B C D احمد ولی محمود هر نام که باشه مستقل باشه. حالا ببین میبینی؟ فهمیدی کامندا؟ زمانی که چک باشه لغتی چی پیدا میکنه؟ مستقل. اگر آن چک باشه
هر جایی که باشه پیدا میکنه، شریک باشه دیگه جای باشه پیدا. چشماتو گریخته. Use workers. workers چی بنا شکل؟ حرف اولی سی و ام است، دیگهش نمیفهمیم. برای ما پیدا کن. نامعلوم پیدا میکنه. دیگه کامپیوتر است. میبینی؟ میم که حرف اولیش نمیفهمیم. خب یوتی نی تو حالات دارن در بینش هست. حرف اولیش نمیفهمیم، آخریش بهم تی اس است. میدین اگه یانچک باشه این کار هیچ وقت نمیکنه. use word cars باید انتخاب باشه. برای چی گونه پیدا کنه؟ مشکل است این؟ sound like in English. Great. Right. Right. Road. Read. مثال یک لغت از ماست. لغت هست یک داکومنت 500 ورقم میشه. یک لغت ما کار داریم رفتیم در فایند میخوایم برش بگوییم که برای ما پیدا کو. مثال این رقم یک لغت است میگم پیدا کو. یک قسم یک لغت است پیدا میکنم. میگه نیست. چی میگه؟ نیست میگه. خب ما چی میگم که نیست؟ شاید ما سپیلش غلط نوشته کرده باشه. میگم امو قسم آوازش هست، آوازش به این رقم است. باشه پیدا شد. هر لغت که آوازش با امرایزی باشه بی باشه و لغت آواز نکشه. فهمیدین؟ آوازش مسایی باشه. دیگه find all words forms in English. حالت یک لغت مثال سه حالت داره. go, went, gone. come, came, come. rise, rose, risen. rise, rose, risen. اینجا لمامیم سه حالاتی لغت ورب پیدا کو. صحیح؟ یا از رایز پیدا کو. نمیدی؟ سه حالت که یان چک باشه از هیچ ورب سه حالت پیدا نمیکنه که با مستقل خویم رئیس است. اگه مستقل بگیری بیخی پیدا نمیکنه دیگه رئیس. یک رئیس پیدا میکنه میبینه دیگه را دیگه نیست. اشکال است این 5 کماند. فهمیدین؟ much case, prefix, much suffix, ignore punctuation characters, ignore white space characters. شکل یک گپ است اینجا. یک کس مرور میکنم سر یک ورد ادوانس درس میدم که ادوانس بودم یک چند روز زیاد میگیره فکرت باشه باز نشو که داخل قال مقالت باره. اگر قال مقالت میبره که میالی بود سرسرکی پیش بره. امیدی یک فول افشن است. فول افشن ببینی یک افشن نمانم یک قسمی است. یک کس کماند است.
و ما خطانی پول افشان روان هستیم. پول افشان که روان باشیم شد یک چند لکچر خو میگیره، یک 15 لکچر خو زیاد میگیره ضرور پروگرام. Much prefix. Pre mean before. Pre before. پیشوان مختار. Suffix پسوان پیشوان پسوان رستاره. Affix است یا نیست؟ Affix چند قسم است؟ Affix چند قسم است؟ انگلیسی خوانده. خوب صحیح تا انگلیسی دعوا میکردی علی دیگه نخوانده. Affix ها؟ سه قسم است. خب prefix suffix infix. Yeah, middle fix. Like foot, feet. Get it? Foot, feet. middle fit است یا نیست؟ یا middle fix. infix یا middle fix. او prefix مثال ما اینجا لغات داریم. کلمات پراز. اینجا بیم با علی خان، علی جان، جان علی، خان علی، گلولی، گلولی خان، شاولی، علی، علی گل، گلشاه، گلشاولی. شکران نام شده. ببین ده یک نام که است یه آسان است، به خاطر نوشته کردم اینا. یک نام که است هر جمع پیشوان دو پسوان دو بکسم آمده نام. ما اینجا میم find میگم علی پیدا کن. هر جا پیدا میکنه نی. میگم که علی پیدا کن که پریفکس پیشوان باش. سیده در علی پیشوان باش. ما میگم علی پیدا کن که پسوان باش. میبینی؟ اگر دیگه نما اینجا دات اینجا سپیس اینجا سپیس اینجا کاما اینجا سپیس سپیس دات دات. اگر ما اینجا بیم برش بگم که علی پیدا کن یک شمچک نیست. میگه تو چی میگه؟ علی بیخی نیست. هست علی؟ ما میگم ایگنور پانچویشن کاریکترز. اگر دیگه بینش پانچویشن بود خیر است. که میگه خیر است بیخی. باز میگم اگر در بینش سپیسم بود خیر است. در بینش چی که بود؟ دیدی یا نه؟ نو فارمتینگ چه قسم خواهد میشه؟ این برد کار میکنه خب شال بولد اور در دیگه فارمتینگ که دادی جدا فارمتینگ این برد کار میکنه میمونی را کن. پاراگراف مارک تاب کاریکتر یعنی کاریکتر دیجیت لیتر کارد سیکشن یگان سم یگان یک مثال تکست است. نمبر است تاب است کنترل پلس پلس. مثال اینجا ورق با کدام شکل میبینیم؟ به شکل کرد شما ببینید. این کلیک میکنه که معلوم شود چیز برد. صحیح؟ اگر اینجا به سیکشن میگیری کلام گرفتم پیج گرفتم
تکسرا پین لین کی پریک میکنی سکشن گرفتم چی؟ سکشن میشه که اینجا یه علامه 6 که بگیری این علامه صحیح؟ یا insert برو insert سمبول insert سمبول میم اگزامپل برات میارم اول خب کرکتر زینی میم داش این داش من بریکن welcome Abdul haypan M space किधर रिकॉर्ड कैसे ना पाऊँ N space non-breaking space copyright registered trademark section नहीं बेद बियारी क्यों जो पास भी फॉर्म ये बेद बखातरे एग्जांपल बारे में यार क्यों जो पास ना भी फॉर्म ये गई रहा मेरा क्लूज में ज़माने की बेद फाइंड या रिप्लेस या फाइंड मिसाल में शकीन जे फील्ड बियारी या कंट्रोल प्लस F9 Shall date field series yes field या control plus F9 time اینجا می footnote داد اینجا reference insert footnote by footnote भी थी insert footnote इंजन note भी थी insert a note میشه که اینجا عکس هم آورده باشی نه square اینجا علمه فایند میکنیم ولی ببین کنترل پلس جی فایند شود اول می چی فایند میکنیم اینجا میشه پاراگراف مارک این پاراگراف مارکس هرچی که انتر شده باشه پیدا میکنه این چی میگه پاراگراف مارک پیدا پاراگراف مارک پیدا باز بیم تب علامه تب پیدا کن اینه کرکتر هر پیدا میکنه هر چی که باشه هر سپیس هر نمبر هر چی که باشه صحیح اینه کرکتر اینه دیجیت هر نمبر پیدا میکنه دیجیت وظیفه‌اش چیست دیگه چیز که غرض ندارم بدون از چی انیلیٹر ہر پیدا میکنه نمبر پیدا نمیکنه گروپ ای بی سی والی کارت کرکتر ایره کارت کرکتر میگه شپلاش شش که گرفتم سیکشن علامه سیکشن است نیست
पैराग्राफ करेक्टर علامه पैराग्राफ एक को आस्क पे इंटर में एक कितनी है कलम ब्रेक तेरा कलम ब्रेक कैसे है एम डैश इधर एम डैश एन डैश दिगेश एन डैश एन नोट मार कलाम एन नोट इंजे मेगास फील्ड पैदा को دیگه فیل خاص فیل خلاص کردیم کی را پیدا نمیکنه خب اگر اینم بود به شکل فیل که می بود این را هم چی میکرد پیدا میکرد ولی به شکل چی نیست فیل نیست کنترل پلس شیفت پلس ریکارد استاپ نکنم بس یک شارتکت شست نمیده خب اینه فیلد پیدا میکنه چی پیدا میکنه فیلد فوت نوت مارک علامه فوت نوت مارک اینجاست این فیلد اگر نفهمیده که باز خاموش شدین که در پروگرام اول مردم میگه فانکشن نمیشه من میگم میشه محدود فنور فیل اگر فیل بگیریم ما یک فیل دیگه فوتنوت مارک گرافیک خوی خاکساس دیگه اگر باشه چی خدا گرافیکس نمی پیکچر است شکل دراوینگ یا دیگه چی عکس که آوردی یا عکس مثال مادربورد یک جای برات ثبت است یا به شیپ نه شیپ نه گرافیکس کی چی دراوینگ کرده باشه برابر پیدا میکنه منوال لاین بریک زناسه نیست اینجا که در پیش گرد که اکسراپینگ یا منوال منوال پیج بریک منوال پیج بریک پیج بریک کرده از امونجا تک non breaking hyphen here non breaking hyphen non breaking space here non breaking space optional hyphen here optional hyphen وینجا section break است white space خالی space کرده باشه space پیدا وی هم چار کمان کس مطابق right track mark و ll track mark و انجینا چیو این زمان کار میکنه شاگردان که شما بی کلیک کنی Winky plus R enter .cpl اینجا بی keyboard change keyboard version remove okay close do not save Winky plus R run word beam اینجا میم آلی کجا میم
find advanced find more اینجا میم نیست ما بین کمانده هم نیست گفتم که مطابق اینو زبان است که فونت هم شما مکمل نداریم یعنی بخاطر انگلیسی که شما استفاده میکنید اینجا یعنی یک شنه مانده دیدی؟ دارم شما نه؟ یا باید شد راست It's just مانده بود نی آپشن ستایل indicator ستایل آپشن شیرش ستایل و استایل ها کلیک کده برو کنه مود نشان میده نه یک دو تا ایده بود میفهمم سخت نبود که سخت باشه باز برات کار میکنم خب اینجا این فرمت پیدا کو فونت پیدا کو پاراگراف پیدا کو स्टेप्स پیدا کو لنگویج پیدا کو فریم پیدا کو स्टाइल پیدا کو हाइलाइट اینو چی کی میفهمم مثال یک اگزامپل ما برات کار میکنم از چی برات دو دانه یا خیر یک بار هایلایت کار میکنم یک بار پاراگراف یا لنگویج یا स्टाइल مثال پاراگراف برات پاراگراف برات کار میکنم اینجا می انرو پلس پلس هشت equal are indi تا شروع خاص پر center است این پاراگراف اون center است و این ده center است ما اینجا می find کو کارسر اینجا می مانیم این پاراگراف فایند کو که موقعیتش در سنتر باشه دیگه چیز نداریم هر چی که دادیم میبتی برش اینجا اوکی میکنیم ادا کرد یعنی دیگه سیده راست یا این را هایلایت کردی این هایلایت کرد कंट्रोल प्लस जी है फिर एडवांसमेंट इधर पास नो फॉर्मेट है कि चलो सेंटर इंजन इस्तास मिसाल हाईलाइट ची हाईलाइट पैदा को ठीक है शुमा पैदा को किसी कार में करा replace aynı şey مثال یک حروف نوشته است پلانا تکست دادیم بولد است وی کدر سیز است وی نی دبل و استریکت رو وی نی آفرین مشخصاتش بده باز اینجا پیدا کن